سلام و هفتمین قسمت پادکست زیور خوش آمدید. در این قسمت بنیانگذار و طراح برند مخمل یلدا محسن با خود داریم. کسی که با پشتکار و علاقه در صدد نوآوری و ترویج البسه افغانی در بیرون از مرزهای افغانستان است. ای که یلدا محسن بزنس خود چطور و از کجا شروع کرده و یا چطور لباسها را طراحی آماده و به فروش می‌رسانه را بیایید از زبان خودش بشنویم. یلدا جان سلام، خوش آمدی به پادکست زیور. چطور هستی و همیالا چی احساس داری؟ سلام مسیح جان، بسیار احساس خوب دارم و تشکر از اینکه در برنامه زیبایت مرا دعوت کردی. امیدوار هستم که چند دقیقه با هم صحبت‌های بسیار دلچسب و خوب داشته باشیم. میشه که خودت کوتاه معرفی کنی ای که کی هستی، از کجا و چی مصروفیت داری؟ خب من در شهر فرانکفورت آلمان زندگی میکنم و پیانو نواز هستم. بعضی وقتا مدلینگ هم میکنم و قسم که شما گفتین من در آخر یک برند درست کردم به نام مخمل که زیبایی های امو تکه ها و یا فیته های افغانی را من به یک شکل مدرن و تردیشنال دیزاین میکنم اونا را و به نمایش میگذارم. یلدا جان به پیانو نوازیتان پسان میرسیم، اما میشه بگوین که مخمل چطور تأسیس شد؟ انگیزش از کجا پیدا کردین؟ خب مسیح جان، تقریبا 2 سال پیش بود که من بسیار علاقه گرفتم که یک بار اگر فیگورهای امی مدل ها را من رسم کنم آیا میتونم یا نه. و بعد از اینکه من یک بار کوشش کردم که یا رسم کنم دیدم که اوکی من میتونم و بعد از او زیادتر به این کار علاقه گرفتم و هدف اصلی من هم این بود که من میخواستم یک عکس بسیار پوزیتیو از افغانستان برای تمام مردم نشان بدم و خواستم که امی لباس های افغانی را به بسیار یک شکل مدرن من طراحی کنم و بسیار خاص باشن. پس همون بود که به این کار من شروع کردم و علاقه گرفتم و تقریبا من 1 سال بالای مخمل کار کردم چون تنها بودم و فقط یک کوورکر داشتم، یک کسی بود که همکار ما بود. ما بسیار کوشش کردیم و این برند را ساختیم. دیگه تمام کانسپت و ایدیش خودم ساختم، از نوشته ها گرفته تا وبسایت و تا همه دیزاین ها. راجع به وبسایت ها میگم بسیار یک وبسایت مقبول و پروفشنال. خب وبسایت مخمل دیزاین خودم هست و من الهام گرفتم از دیزاینرهای بسیار مشهور دنیا. مثلا دیزاینرهای هندی بودن که من زیادتر وارد تعقیب میکردم و وقتی که دیدم که چقدر همراه امی لباسهای فرهنگی و ملی خود کار میکنن و وارد بسیار مدرن میسازن و در وبسایت هایشان عزیز است که وقت آدم اما وبسایت وقتی که باز میکنه هیچ دلش نمیشه که از اونجا برایه. ما هم دوست داشتم که همون یک کار کنم چون بسیار نو است بر افغانا و کوشش کردم که همی کار کنم مدرن بسازم، یک چیز خاص بسازم و نو باشه که همه از او خوشم بیایه. بسیار خوب. راجع به طراحی گفتین، طراحی و دیزاین لباس از کس آموختین؟ آیا کسی هست که در عرصه به طور حرفه‌ای کمکتان میکنه؟ خب مسیح جان، اگر از طراحی بگوییم نخیر، من از هیچ کس یاد نگرفتم طراحی را، فقط گوگل باز کردم و چیزی که میخواستم بفهمم درباره کلش ریسرچ کردم و طراحی را وقتی که یعنی میخواستم بکنم بسیار با علاقه میتونستم که من رسم کنم یک فیگور مدل و با همون بود که من فهمیدم و کشف کردم که اوکی من میتونم
رسم هم بکنم. یعنی هیچ وقت من از کس یاد نگرفتم. یلدا جان، مواد خام از کجا تهیه میکنید؟ مواد خامتون از کجا میاد وقتی که مثلا لباسهای افغانی جور میکنید؟ ما تقریبا کل موادهای مخمل از افغانستان میگیرم و اونجا مثلا یک کس هست که مرا کمک میکنه. مثلا در کوچه مرغا میگن در افغانستان در کابل بسیار متریال بسیار اصیل افغانی در اونجا پیدا میشه و ما مثلا در کامرا میبینم که چی ما کار دارم. بعد تمام همون متریال میگیریم، بعد به ما میرسه و ما خیاط هم دارم که هم در افغانستان هستن و هم در کانادا هستن. بعد کارها را تقسیم میکنیم و نموزد داره که لباس های مخمل درست میکنیم. راجع به تولیداتون بگیم. شما تولید عمده میکنین، ماس پرودیوس، یا ای که سفارش میگیرین بارازو باز تولید میکنین؟ خب مسی جان، دیزاین هایم یعنی اول دیزاین میکنم و بعد از اون مثل کلکشن او را پرودیوس میکنم. اما میتونیم که سفارش هم بگیریم. مثلا یک کس میتونم بگه که من این دیزاین میخوایم یا از دیزاین هایی که خودم کردم میتونم از اونا خوش کنم و به سایز و دیتیل که میتن مثلا ما میتونیم برشان آماده کنیم. درست، بسیار خوب. آیا کدام دکان یا نمایندگی هم دارین که مثلا کسایی که نزدیک شما مثلا در شهر که هستین بیان ببینن یا از نزدیک لباس ها را مثلا اجناستون هم ببینن؟ فعلا مخمل تنها آنلاین است و ما کوشش میکنم که در آینده یک استور بسازم، حداقل یک جای خودترک باشه که مردم بتونن بیاین و از لباس ها دیدن کنن. اما فعلا چون اوایل کار ما هست آنلاین است و ما میخواستم که ریاکشن مردم رو ببینم که مردم خوششان میآید یا نه و چی حس می داشته باشن وقتی که لباس های مخمل میبینن. یلدا جان، بزنسی که خود داش کار میکنی یک بزنس کلان است. مثلا امی کاری که میگیم پروسسی که شروع میشه از صفر تا ای که مثلا لباس به فروش میرسه بسیار یک پروسس کلان است. خود در این کار همکار داری؟ مثلا از فامیل کسی کمکت میکنه؟ کسی هست که مثلا انرژی بده یا انگیزه بده که ادامه بدی؟ فامیل ما همیشه خوشبختانه بسیار سپورتیو بودن، خصوصا پدر جانم که بسیار مرا در هر عرصه‌ای که ما دوست داشتم مرا بسیار سپورت کردن، بسیار از من حمایت کردن. اما مخمل ایده خودم بود و اونقدر کمک ما از فامیل نگرفتم. همکارایی هست که مرا همکاری میکنن و یک کوورکر دارم که اندازه خود ما یعنی سر مخمل حق داره و اونا هستن که مرا مثلا کمک میکنن. ما ایده ها را یک جای میسازیم، از همدیگر نظر میگیریم و بعد سر مخمل کوشش میکنیم. و متاسفانه یک مدت بود که به خاطر پاندمیک یا کرونا من نتونستم که زیاد کارهای خود را سریع انجام بدم، چون وقتی که لاکداون شد یک کمک مشکل بود که متریال ما از افغانستان بخوایم. زمین خاطر بود که کمک تال خورد. اما فعلا ما سر 3 یا 4 کلکشن دیگه ما کار میکنم که بخیر در روزهای آینده پرودیوس میکنم. بسیار خوب. آیا خود امروی کسای دیگه‌ای که دمی عرصه کار میکنن، زنای افغانی دیگری که دمی عرصه کار کردن یا او هم امی رقم فعالیت دارن، در ارتباط هستین؟ امرویشان الگو برداری میکنین یا امرویشان کوآپریت یا کمک دیگر هم میکنین؟ ما همراه هیچ برند افغانی فعلا تماس ندارم و الهام نگرفتیم از اونا. اما با بعضی از برندهای افغانی مثلا ما کلابریشن میکنم تنها به خاطر اینکه پروداکتشان مارکتینگ کنم برشان در سوشل میدیا، مثلا اینستاگرام دیگه. اقدر ما همراه برندهای افغانی به تماس نیستم و ما همراهشان هیچ وقت صحبت نکردیم. پلانهای بعدی به برند شما مخمل چی است؟ در آینده از مخمل چی را ما میبینیم؟ خب در مخمل ما کوشش میکنم بسیار دیزاین های خاص درست کنم، بسیار لباس هایی که یعنی تا امروز کس ندیده باشه. خب این معمول است که زیاد مردم مثلا کپی میکنن از یکی دیگه و یا از یک چیز الگو میگیرن.
اما ما چیزی که در ذهن خودم است، اما طراحی‌هایی که در ذهن خودم است، ما کلش میخوایم که و مردم نشان بدم و میخوایم که مردم هم الهام بگیرن که میتونن نوآوری کنن و چیزهای درست کنن که تنها در ذهن خودشان است. درست، بسیار خوب. مخمل که انتخاب کردین، نام برندتان. اکثرت برندها که از خود یک معنا داره. مخمل چطور انتخاب کردین؟ ما بسیار پشت نام یعنی پشت نام گشتم اول برای برند خود و این سخت‌ترین کار بود که بسیار وقت هم گرفت و ما همیشه ریسرچ میکردم، همیشه فکر میکردم که چی باید باشه نام از این برند. بعد از اون ما مخمل تصادفاً در ذهنم اومد و گفتم اوکی، وقتی که ما میبینیم مثلا لباسهای بسیار قدیمی افغانی را که کوچی ها میپوشیدن کلش از تکه مخمل درست شده بود و تکه مخمل در دنیا بسیار با ارزش است و یک تکه بسیار قیمتی است و از همون خاطر بود که من این نام سنجیدم و گفتم درست است، این نام میخونه، یک نام است که فعلا در بین برندهای افغانی وجود نداره و یک تکه بسیار با ارزش و خاص است. از همون خاطر این نام ماندم. بسیار جالب. بغیر از مخمل مصروفیت‌هاتون چی است؟ خب ما در رشته زبانهای خارجی و تجارت درس خوندم، دیگه پیانو می نوازم و نوشته هم می کنم، درباره افغانستان نوشته می کنم. وقتها ما یک بلاگ داشتم که درباره حالتهای افغانستان ما نوشته می کردم، چون دوستا بعضشان نمیفهمن که ما در کابل بزرگ شدیم و تمام چیزهایی که مثلا اونجا رخ میداد در این سالهای اخیر من زیادش ما دیده بودم و من میفهمیدم که اونجا مردم چه قسم زندگی میکنن، حالتشون چه قسم است. از او خاطر من دوست داشتم همیشه که درباره افغانستان نوشته کنم و یک وبلاگ ما تقریبا وقتی که من نشر کردم چند سال پیش بود، بسیار مردم را خوش کردن و تقریبا 5,000 ویو داشت در یک روز. در افغانستان که بودین؟ نه، در آلمان. درست، بسیار خوب، بسیار. چه مدت در افغانستان بودین؟ ما واقعا زندگیم مثل یک سریال است، چون بسیار جاهای مختلف زندگی کردم. ما افغانستان مدتی که کودک بودم و بعد از او کلان شدم، من اون مدت در افغانستان طی کردم، در کابل بودم و مکتب همونجا خلاص کردم. دیگه بعد از او یک چند مدت در هند هم زندگی کردم و بعد از او آمدم آلمان. درست. در دورانی که در افغانستان بودین به ولایت‌های مختلف افغانستان هم سر زده بودین؟ نه خیر، متاسفانه من نتونستم که به ولایت‌های افغانستان سفر کنم، هرچند بسیار دوست داشتم، اما به خاطر مسائل امنیتی و بعض از مسائل من نمیتونستم که بیرون از کابل برم. پیشتر گفتین که شما راجع به افغانستان نوشته میکنین و یک وبلاگ داشتین، نه؟ وقتی نام افغانستان هم میشنوین اولین چیزی که به ذهنتان خطور میکنه چیست؟ خب شاید از ما برعکس باشه، چون زیاد مردم که درباره افغانستان فکر میکنن، خصوصا خارجی‌ها فکر میکنن که افغانستان یک خرابه است و تنها جنگ است و بسیار چیزای منفی که میدیا و دیدن در ذهنشان مونده و تا که نام افغانستان هم میشنون همون فکرهای بسیار بد در ذهنشان خطور میکنن. اما ما برعکس از اونا وقتی که افغانستان میشنوم زیباترین جاهایش به یاد میاد و این حس می داشته باشم که ما از یک کشور هستم که بسیار غنی است، از هر لحاظ بسیار یک کشور خوب است، هوایش و جاهای دیدنی که داره واقعا در هیچ کشور دنیا اتو نیست. چون شاید من فکر کنم وقتی که از افغانستان هستم، اما واقعا افغانستان بسیار یک موقعیت جغرافیایی که داره بسیار خوب است و ما همیشه از پوزیتیو ها یا مثبت های افغانستان همیشه یادم مونده. بله، 100%. پیشتر یاد کردین که اکثر خارجی ها وقتی که نام افغانستان میشن یا کسایی که افغانستان نمیشناسن وقتی نام افغانستان میشنون فکر میگن که افغانستان دو چیزایی که در اخبار نشون داده میشه است. یک
جنرالایزینگ بسیار خراب است برای ما افغانا. در یکی از صفحات اجتماعی خود یک عکس گرفتی و ماندی که یک پیام داشتی، گفتی که don't look down on me just because I'm an Afghan. این کارا چرا کردید؟ مثلا این انگیزه از کجا با شما پیدا شد؟ ما مدت طولانی هست که فعلا در آلمان زندگی میکنم و ما یه قسم انالایز کردم که مردم چی نظر دارن نسبت به افغانستان اینجا و خصوصا آلمان ها یا مثلا خارجی های دیگه و متاسفانه ما پی بردم که بسیار یک ذهنیت بد دارن از افغان ها و افغانستان. مثلا ما در یک جایی که درس میخوندم یکی از معلم های که او قدر درباره افغانستان زیاد نمیفهمید مرا گفت که تو از یک کشور بسیار دور افتاده هستی و بعد از او دقیقه من فکر کردم که در سالهای تقریبا 1970 یا تا 1980 افغانستان بسیار یک گلدن تایم داشت یا یک وقت بسیار طلایی در سپری میکرد که حتی اروپا او قسم نبود و یعنی ما گفتم چطور میتونه یک آدم مرا بگویه که تو از یک کشور بسیار دور افتاده هستی. تو ما دمی عرصه بسیار کارها کردم، حتی اینجا یک ایونت بسیار خطرک گرفتم در خود سنترال فرانکفورت یا در مرکز شهر فرانکفورت. ما ایونت گرفتم در اونجا ما کالای افغانی را به نمایش گذاشتم و امروی تلویزیون طلوع گپ زدم. بعضی از ویدیوهایی که او گرفته بودن از یک چهره پوزیتیو افغانستان ما او را اجازهش گرفتم که نشر کنم. بعد مردم اونجا آمده بودن و هر کس که تیر میشد میامد میدید و او ویدیو را برشان ماندم که یعنی افغانستان چیزی که شما فکر میکنین هم نیست. درست است که در افغانستان جنگ است و در افغانستان بسیار ناامنی است و 40 سال است که تقریبا مردم آرام نیستن، اما باز هم اگر شما کمکی درباره افغانستان ریسرچ کنین، درباره تاریخش، درباره ای که این وقتهای طلایی که حال در اروپا است یک وقت در افغانستان هم وجود داشت و ایتون نیست که افغانستان مثل یک دشت باشه و هیچ چیز نداشته باشه، تنها جنگ باشه. میخواستم همین ذهنیت از مردم کمک دور بسازم و حال هم کوشش میکنم تا که میتونم حتی همراه یک فرد اگر من صحبت میکنم من کوشش میکنم که ذهنیت از روی کمک تحصیل بدم. و دیگه ای که یک مشکل است که مردم همیشه وقتی از یک قومیت یا از یک کشور مردم یک نفرش یک کار میکنه او را فکر میکنن که شاید تمام این کشور اینم تو باشد، شاید تمام افغان ها یک فکر داشته باشند. از او خاطر ما او پوست که ما در سوشل میدیا مانده بودم که don't look down because I'm an Afghan و این مانا بود که یعنی اگر ما افغان هستم شاید همیال استعداد ما و یا فهم ما از یک خارجی که شاید زیادتر باشد. ما نمیتونیم همیشه انسانها را جج کنیم یا یلدا جان منیس یک جوان آینده افغانستان چطور میبینی؟ خب با شرایط فعلی که در افغانستان هست واقعا امید بر انسان کم است و ما فکر نمی کنم که به این زودی ها ما بتانیم افغانستان را یک جای ببینیم که همیشه مثل یک جای ببینیم که همیشه آرزوش داشتیم. اما باز هم امید از دست نمیدیم و همیشه ما به این امید هستم که یک روز شاید بیایه که ما آزادانه بتانم افغانستان برم و آرزوهای خود برآورده بسازم، در هر ولایت افغانستان سفر داشته باشم و واقعا این مثل یک آرزو است. میشه که در وصف افغانستان چند جمله بگوین؟ مثلا چیزایی که نوشته میکنین در بلاگتان. افغانستان یک سرزمین پر از جلال و شکوه و عظمت است و غنی است و مردم همیشه فکر میکنن که افغانستان غریبترین مملکت دنیا است و شاید هم یک قسمت از این گپ درست باشه، اما برای من افغانستان واقعا غنیترین کشور دنیا است، چون چیزهایی که در افغانستان ما داریم شاید در هیچ جای دنیا ما او را پیدا نتونیم و اگر ما کوشش کنیم و
و یا کسی پیدا شود که افغانستان از این بلاها نجات بده و از این چیزهایی که فعلا در افغانستان رخ میده از او آزاد بسازه و یا یک صلح پایدار در افغانستان باشه، باز ما میبینیم که افغانستان چی قدم میتونه و افغانستان چی جور میشه، چون مانع پیشرفت افغانستان میشن و اگر این کار نشه بعد ما میبینیم که واقعا افغانستان لیاقت زیاد داره که به بسیار بلندی ها برسه. 100% افغانستان هم بخیر روبرو میشه به روزایی که خوشی و آرامی پس به افغانستان پس برمیگرده. امیدوار هستیم. بخیر. گفتین مکتب موسیقی در افغانستان رفتین. مکتب موسیقی چطور بود؟ چقدر وقت موسیقی یاد گرفتین؟ خب پدر ما جنرال دایرکتور میوزیک اینستیتوت بود و ما اتنا بود که ما این مکتب این اینستیتوت تو رسمی بخوانم، اما تنها در یکی از وینتر اکادمیز یا اکادمی های زمستانی ما اشتراک کردم و در حالی که ما مکتب ما جدا بود و تنها ما در زمستان رخصتی داشتیم، بعد از او ما تصمیم گرفتم که باید برم و کمک موسیقیات بگیرم، اما پیانو را یک کمک امو بیسیکایش ما اونجا خواندم، اما اقدر که باید یاد میگرفتم نگرفتم چون بسیار مدت کم بود، 6 ماه و بعد از او ما تقریبا هفته 2 دفعه درس پیانو را میگرفتم و هم شاید برای نیم ساعت بوده باشه یا 1 ساعت. اما بسیار رشته های دیگه موسیقی مثل بیسیک هایش یا تیوری موسیقی را من زیاد درس خواندم. باز از که آمدین مثلا در آلمان باز شروع کردین به موسیقی یاد گرفتن یا اما تو خودتان نواختن شروع کردین؟ ما در آلمان موسیقی یاد نگرفتم. 2 سال یا تقریبا 2.5 سال پیش بود که من تصمیم گرفتم که پیانو بنوازم و زیاد مردم از ما پرسان میکنن که پیانو را چطور یاد گرفتی و چه وقت یاد گرفتی و چطور میتونی که این قسم آهنگای افغانی را بنوازی. من برای این سوالشان متاسفانه این جواب ندارم چون خودم هم نمیفهم که من چه قسم یاد گرفتم، چون هر آهنگ که در ذهن من میاد ما او را میتونم بنوازم، یعنی از طریق ازی که من گوش میکنم. من از روی نوت نمینوازم، تنها وقتی که گوش میکنم من میتونم بسیار خوب پیانو بنوازم و فکر میکنم این استعداد یک کمی در دینیم هم هست، چون پدرم هم یک هنرمند است و هم میتونن که امی قسم مثل ما بنوازن و حتی یک کتاب درباره موسیقی دارن دیگه. شاید از همون خاطر است که ما میتونم بنوازم، ما میتونم یعنی بسیار گوش‌های خوب دارم برای اینکه موسیقی را بشنوم و دوباره امروز بنوازم و یک کلیپ بسازم یا یک ویدیو بسازم برای مردم. درست. آیا امرای هم‌صنفی‌هایی که داشتی در افغانستان در مکتب موسیقی امراشون کانتکت داری؟ آیا اونا موسیقی می‌نوازن؟ خب همراه زیادشان من تماس ندارم، فقط بعضی از دوست‌های من هستن که اونا هم زیادشان در کابل هستن و تا هنوز هم موسیقی را پیش میبرن. زیادشان مشهور نیستن و بعضی هایشان مشهور هستن. از سرگرمی هایتان بگوین، مصروف و سرگرم چی هستین وقتی که در پولیک کار میکنین، موسیقی میکنین و درس میخونین؟ سرگرمی هایتان چی هستن؟ سرگرمی های ما امی پیانو است، چون ما پروفیشنالی ما پیانو را نمی نوازم و فقط آماتور هستم و مثل هابی است در ما. همیشه وقتی که بیکار میمانم یا وقت دارم زیادتر وقت خود صرف می هنر میکنم، صرف پیانو نواختن، نوشتن و حتی دیزاین کردن، چون این هم یعنی من تقریبا 2 سال پیش من فهمیدم که یک هابی نو دارم و او دیزاین کردن است دیگه. من همین چیزا رو پیش میبرم. بسیار خوب. از کرونا چی یاد گرفتین از وقتی که در قرنطینه بودین؟ خب کرونا واقعا برای همه مردم دنیا بسیار سخت بود. با من زیاد هم سخت نبود، چون من همیشه مثل اینتروورت بودم، یعنی کسی هستم که شاید زیادتر درونگرا باشم. من همیشه خانه را دوست داشتم، چون در خانه چیزهایی است که من دوست دارم، مثل پیانوی ما یا کارهایی میتونم که به همگیشان علاقه دارم زیادتر. به شما دیگه یک ویکیشن بوده.
میتونین تو بگین اما تو نمیگم چون باز شاید دوستا خفه شون، چون بسیار یک وقت سخت است برای زیاد مردم و من هم کمک سخت بود چون من عادت داشتم که بیرون میرفتم بعدن، اما یک کمک سخت شد. بله. از چی یاد گرفتین وقتی که خانه بودین؟ مثلا وقتی پیش از کرونا باشه کلگی در کار بار خود بود، کلگی در زندگی روزمره خود بود، یک دفعه کلگی در خانه شیش، کلگی از کار بار خود، از مکتب رفتن، از کار روزمره خود دور شد. خب از کرونا من این یاد گرفتم که آدم باید زیادتر وقت همراه فامیل خود هم سپری کنه، همراه دوستای خود به تماس باشه، چون وقتایی بود که انسان ها قدر از این چیزا رو نمیفهمیدن و با بسیار آسانی میتونستن همراه یک دیگر ملاقات کنن، یک دیگر رو ببینن، اما یک وقت آمد که بسیار سخت شد حتی ملاقات کردن با یک شخص، با دوست ها، با فامیل بسیار سخت شد. از این خاطر من یاد گرفتم که انسان نباید مثل یک ربات باشه، انسان باید بسیار ایموشنز داشته باشه، انسان بسیار باید spiritual باشه، یا چی میگن اما مثل که میگن موسیقی غذای روح هست، اما تو باید روح خود تغذیه کنن با هر چیزی که دوست دارن، حتی اگر او یک کمک سپری کردن وقت هم روی فامیلشان است. به نظر ما باید این کارا بسیار نورمالایز شود و در بین مردم بسیار نورمال باشه، چون فعلا اما یک وقت آمده که انسان ها حتی نمیتونن بازانی با هم دیگه ملاقات کنن و باید قدر از دیگه بفهمن. بله درست است، راست میگین. یعنی جان پلانای بعدی تان چی هست؟ پلانای آینده تان چیه؟ خب مسیح جان، من یک پلان بسیار بزرگ برای مخمل دارم. ما میخوایم که این برند یک نمایندگی از افغانستان کنه، در سطح جهانی برسه، در فیشن شوها برسه، مثل در پاریس یا در میلان یا جاهایی که مرکز فیشن است، میخوایم در اونجا برسه و یک نام باشه که مثلا بگن اینی برند از افغانستان است و تا اینجا رسیده. دیگه پلان های بسیار زیاد است و ما میخوایم که یک روز برسه که ما بسیار امکاناتم زیاد باشه که مردم از افغانستان کمک کنم، چون من دیدم که مردم با چی یک درد و رنج در افغانستان زندگی میکنن. پس من تصمیم دارم که یک روز هم اگر ما بتونم یک کم هم کمک کنم و یک لبخند در لبای اون مردم بیچاره و دردیده بیارم، یک آرزوی بزرگ من است. بسیار خوب. یلدا محسن در 5 سال آینده در کجا میبینی؟ در 5 سال آینده من میخوایم که اول مخمل در فیشن شو برسانم، یک کمک برش مارکتینگ کنم و کمک مشهور شود. دیگه تا 5 سال آینده میخوایم که یک بنیاد خیریه هم بسازم و قسمه که گفتم آرزوی مسته که با مردم در افغانستان کمک کنم. پس تا 5 سال ما وقتی که میبینم شاید بتونم میکارت بکنم. من هست یک جوانی که شروع به یک بیزنس کرده، بیزنس لباس فروشی. زیادتر جوانای دیگه هم هستن که وام دمی فکر هستن میخوان که یک کار شروع کنن، یکی چیز در لباس باشه یا کدام بیزنس دیگه باشه. خودت بر از او کدام گفتنی داری یکی چی رقم شروع کنن؟ زیادتر انسان صبر میکنن، میگن باش وقت صحیح برسه. زیادتر نفر پس همون فکری که دارن شروع میکنن و به یک جای میرسن. گفتی خود به او کسا چی هست؟ کسایی که هم تو ایده و نظریه‌های بیزنسی دارن و هیچ شروع نکردن. اولین استپ که کس میتونه در را مثلا بمانه او است که هر زمانی که یک ایده با فکر کس میایه و او ایده بسیار خاص می باشه، او را زود نوشته کنه، او را یادداشت کنه تا از یادش نره و هیچ وقت بر انسان دیر نیست. انسان میتونه امروز هم کار شروع کنه، فردا هم میتونه هم را شروع کنه، اما هر چیز زودتر بهتر. اما انسان وقتی که یک کار میکنه از بسیار یک جای خرد شروع میکنه و پیام ما امیسته بر او کسایی که ایده دارن و میخوان سر از او کار کنن این است که از بسیار جای خرد شروع کنن و به هر آن چیزی که او تصور میکنن و آرزویش دارن میرسن. یک روز میرسن و هیچ وقت دست از علاقه های خود و از امو چیزایی که دوست دارن نوردارن
و آدم همیشه میتونه که از یک چیزی که مثل صفر باشه میتونه یک چیز بسیار بزرگ بسازه، اما او به اراده خود آدم مربوط است. اگر ارادهشان قوی باشه میتونن زودتر به کار که دوست دارن برسن. و ما امی پیام است برشان که هر آن چیزی که علاقه دارن، چی هنر باشه، چی مثلا چیزای مسلکی باشه، از او دست بردار نشن هیچ وقت و همیشه کوشش کنن برای آرزوهای خود بجنگن. بسیار زیبا. یلدا جان، خودت بیشتر یاد کردی که فامیل بسیار خودت ساپورت میکنه. میشه بگی که رول فامیل، رول پدر خودت برای خودت چی بوده؟ خودت چی رقم کمک کرده؟ فکر میکنم هر چیزی که من امروز هستم او از خاطر پدرم هست، چون پدرم هم یک هنرمند است و من از او الهام گرفتم. یعنی اولین کسی بود که من در زندگی از او الهام گرفتم و ما تقریبا از 2 سالگی یا خودتر شاید بوده باشم که با پدرم مثلا بودم و موسیقی گوش میکردیم. موسیقی هایی که واقعا به روی انسان بسیار روشنی میبخشه، روی انسان بسیار تازه نگاه میکنم. من همیشه همراه پدر جانم مثلا میشنیدم و امو باعث شد که من حتی به نوازندگی روی بیارم. گرچه من اول دوست داشتم که آهنگ بخوانم و بسیار علاقه داشتم که یک روز از خود یک بند داشته باشم، یک بند موسیقی. مگر وقتی که دیدم که هر کس میخواد خواننده شوه و واقعا افغانستان بسیار خواننده‌اش زیاد شد، بعد من گفتم اوکی، من یک کار بسیار یونیک میکنم، یک کاری که خاص باشه. بعد از اون من تصمیم گرفتم که پیانو بنوازم، اما این کلش به خاطر بود که پدرم سر بسیار تاثیر بسیار کلان مانده بود و مثل یک منتور همیشه به هر سوالی که من داشتم در زندگی به من جواب میداد و بسیار انسانی که مرا مثلا وادار کرد که من بسیار انسانیت داشته باشم و در هنر یک کاری کنم. او پدرم بود که باعث شد. پیشتر شما یاد کردین که همراه پدرتان موسیقی میشنیدین. میشه بگین که کدام ژانر را میشنیدین؟ کدام تایپ موسیقی را خوش دارین شما؟ خب من از بسیار خودترکی شروع به شنیدن موسیقی کلاسیک هندی کردم و تمام راگ ها را می شنیدم. تمام استادای بزرگ موسیقی کلاسیک ما میشناختم و در پهلوش موسیقی اصیل افغانی، موسیقی های قدیمی افغانی. بهترین مثالش احمد ظاهر است که اگر ما به شما بگویم با بسیار فن احمد ظاهر هستم من. دیگه بعد از اون من به شنیدن موسیقی راک هم پرداختم و این بسیار فرق میکنه. راک هم روی کلاسیک هندی یک کامبینیشن بسیار عجیب میشه. دیگه هر آن موسیقی که بسیار خوب باشه و به انسان یک الهام ببخشه ما میتونم او را بشنوم. اما زیادتر که ما شنیدیم همین کلاسیک هندی بوده، غزل بوده و موسیقی راک بوده که واقعا همگیشان زیاد دوست دارم. درست. یلدا جان، گفتنی خودت به جوانای افغانستان چی است؟ جوانها باید هر آن علاقه که دارن و خصوصا اگر در بخش هنر میخوان پا بگذارن هیچ وقت از او دست نوردارن و همیشه دستاورد از این باشن که بتونن به امو هنر برسن، بتونن امو هنر یاد بگیرن. و زیاد کساست که با ما مثلا مسیج میکنن که ما
هم دوست دارم مثل خودت یک آله موسیقی را بنوازم و این کار کنم اون کار کنم، اما متاسفانه فامیل ما اجازه نمیده و من نمیتونم این کار کنم. تو با ما چی پیام دادی؟ و پیام ما همیسته که فرق نمیکنه که انسان در کدام شرایط هست، باید انسان همیشه به خاطر چیزی که دوست داره بجنگه و به خاطر چیزی که دوست داره همیشه تلاش کنه تا او را به دست بیاره، حتی اگر مانعهای بسیار بزرگ هم در پیش انسان قرار میگیره، مثل ای که فامیل اجازه نمیده و یا نمیفهم زیاد گپ‌های دیگه است، اما باز هم انسان باید زیاد کوشش کنه. من میگم که شاید جایی باشه که بتونن فامیل های خود قانع بسازن، اما میتونن که هر چیزی که فکر کنن او را میتونن در ریالیتی بیارن، او را واقعیت بسازن. دیگه پیام من میسته که هر چیزی که دوست دارن از او همیشه حمایت کنن و به او برسن. بسیار زیبا. یلدا جان تشکر دیگه همراه ما بود. تشکر مسیح جان که در برنامه زیبایت مرا دعوت کردی و امیدوار هستم که یک چند لحظه صحبت‌های جالب ما را مردم دوست داشته باشه. دست گپایتون بسیار خوب، آموزنده و زیبا بود. تشکر مسیح جان. با پادکست زیور خوش آمدید. با ما هستم مسیح حکیم زاده. برای معلومات بیشتر ما را در توییتر فالو کنید @زیور پادکست.